در لحظه عصبانیت من عصبانیت را تماشا می کنم. پس من ناظر از عصبانیت منظر جدایم. درست است؟ اشتباه میکنی. ناظر همان منظر است. یعنی فکری که میگوید من عصبانی هستم خودش بخشی از همان عصبانیت است. وقتی فهمیدی که ناظر و منظر یکی هستند، مبارزه و کنترل معنا ندارد. دگرگونی آنی رخ میدهد. من از مرگ، از دست دادن شغل و تنهایی میترسم. چطور ترس را متوقف کنم؟ ترس در نتیجه عدم ارتباط با آنچه هست به وجود می آید. تو نمیخواهی بپذیری که الان ناشناخته‌ای در کار است. هر کوششی برای فرار از ترس خود ترس را تغذیه می کند. با ترس بمان، بدون واکنش. من مخالف خشونت هستم و صلح طلبم. اما چرا باز هم در درونم احساس خشم و تهاجم می کنم؟ مخالف بودن با خشونت هنوز خشونت است. وقتی تو علیه چیزی می جنگی، بخشی از همان چیز شده ای. آنچه نیاز است نبود خشونت است، نه مبارزه با آن. خشونت را بدون قضاوت مشاهده کن.